خب مرده که با زن شوهردار همخوابگی میکند ولی نمیداند که او شوهر دارد، حال این مرد چی میشود در قیامت؟ یعنی خب گویم زنی مرد یعنی یک مرد با زن شوهردار همخوابه می شود، آیا حکمی در شریعت چی است؟ در کتاب آمده است که من زن بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الامه. برادر عزیز، اینجا آمد یک حدیثی که هر یک مردی که اگر زن دارد یا هر یک مردی که با زن شوهردار زنا میکند، خدای مهربان در خانه قبرش برای این عذاب علاهیده دارد. میدونید چه عذاب است؟ میگه چه مقدار پیامبر امت دارد. این که امروز اگر به شرط گوییم امت پیامبرمون اگر در روی عالم 2 میلیارد باشد، میگن نصف عذاب امت پیامبر بر نفر میرسد که او با زن شوهردار وقتی زنا میکند. نصف عذاب امت. باز در سوال جواب پیشتر من در این باب برای شما گفته بودم، باز میگویم که این کارها خیلی زیاد شدن. احتیاط کنین، از خدا بترسید. خب بابا جان میگفتید که عاشقی در اسلام جایز است یا نه؟ اگه این عاشقی هایی که اگر خواهرای دادرای ما در نظر داشته باشند که مقصد عالی نکاح نکرده یکدیگر را در آغوش میگیرند، با یکدیگر مقصد همخوابه میشوند، شبهای دراز مقصد در یک حالتهای تنهایی با یکدیگر میگردند، این روز و شب مقصد در آشخانه ها و رستوران ها می نشینند و این را برای خود عاشقی میگن. این نادرسته. این نادرسته. برای همین در اسلام عاشقی همون است که وقتی که شما زنی را که در نکاحتان در آوردین، شما او زن دوست بدارید، او زن مقصد احترام کنیم، به قدر او زن برسیم یا او زن به قدر مردکش برسد. انامین عاشق زندگی باشین، اگر عاشق حرمت یکدیگر باشین، عاشق قدردانی یکدیگر باشین، اسلام این عاشقی را دستگیری میکند. این عاشقی هایی که شما شب دراز بگردین و دست یکدیگر در گردن یکدیگر و خب و هر یک کاری را که برای شما نادرست است انجام تین، این عاشقی در اسلام حرام. خواهر دادر عزیز، استاد جان، من مدت 1 سال می شود با دختر عمم فاتحه کردم. حاضر در مهاجرتم. مادرم زنگ زده گفت که من فاتحه را می گردانم. مرا در وقتش بسیار عذاب دادن. نمیخوام از اولاد پدرت زنگ گیرم. اگر دختر عمت گیری تو را در دنیا و آخرت نمی بخشم. دیگر خانه من نیا. شما چی مصلحت میتید بابا جان؟ چیکار کنم؟ یعنی این دادر ما در فاتحه بوده است. مادرش به خاطر آنه که مقصد این دختره که از اولاد شوهرش بوده است و شوهرش که این زنه که عذاب میداده است، نمیخواهم که مقصد از اولاد این به این خانه مقصد کلیم بیارم. من فاتحه را میگردانم. این مصلحت خانگیتان است. شما میتونید با پدرتان با مادرتان یک جای دادر عزیز مصلحت کنید. زیرا اگر مادر این خیل پرینسیپ قطعی رود، پگو اگر تو زنم که بیاری در او خانه روز نداری.
زیرا ما میبینیم امروزها که اکثر زندگی ها از دست مادرها ویرون میشوند. اکثر زندگی ها اگر بعضا ای دست کلین ها و ای دست بیکاری مردها و از اینها هم که اگر شود اکثرانش ای دست مادرها ای دست خشتمنها ویرون میشود. و این خاطر وقتی داده از اگر تو مادرت نخواهد و ایرا بیاری بعد بسیار روزت سیاه می شود. وقتی که دیگر در خانه که شرایطش نداد، در خانه دایم جنجال که کرد، تو مجبوری که مقصد ای زنه یا سر بتی یا اینکه از بحر مادرت بگذاری و برای مقصد در دیگر جا علایده زندگی کنی. یعنی علکه در همون خانه یک سیاهی و یک بدبختی میاد. برای همین با مادرت بشینین، با پدرت بشینین، صحبت کنین. دادر عزیز میگن همه وقت جامعه با مصلحت کوتاه نمی آید. شما مصلحت کنین. این کار بسیار کار جدیه. برای همین اینا فقط مصلحت کنین. اینا در همون داخل خانه این کار من مثال حل کردن نمیتونم. اینا همون شما خداتان میشینین و خداتان حل میکنین. سوالی که دیگر آمده است، زنی که حامله است تا چند ماهگی میتواند با شوهرش همخواب بشود؟ یعنی اگر مثال زن حامله دار شد، آیا یعنی وقتی دارد که مرد مقصد با او همخوابه نشد؟ در شریعت یعنی این گویم این خیل وقت یا این خیل روز جدا نشده است. اگر مقصد همون خواهش زن باشد، یگان مشکلات برای همون زن یا برای فرزند ایجاد نشود، برای مرد یا برای زن اگر خواهششون باشد اجازت هست، هیچی باکی ندارد. یعنی برای این خیلی معین نشده است که همخوابگی مثال تا 7 ماهگی باشد یا تا 8 ماهگی باشد، این خیلی معین نشده است. باز میگویم که اگر همخوابگی با خود زن یا با خود فرزند یگان مشکلات نیارد و رضاگی هر دوش باشد، هیچی باکی ندارد. همخوابه شدنشون یگان گناهی نیست. خب در روسیه بودنم با خدمت حربی بردن، در آنجا فقط با گوشت خوک خوراک میپزند و با همان کولیز خوراک ما را میبردارند. به خاطر حرام بودنش چند وقت نخوردم، سلامتیم را از دست دادم. اگر نخورم قوه خدمت را کرده نمیتونم، چیکار کنم بابا جان؟ یعنی کدام دادری ما باشد در روسیه در خدمت عسکری هست و البته روسیه یک مملکتی هست برادران عزیز که اون مملکت اسلامی نیست، یک مملکتی بگیم کفر است و در اونجا خوراک اونها بگیم همون خوک است و از همون حرام ها فرق ندارد، استعمال میکنن. برای همین شما که از بس که در ضرورت که هستین، آیت قرآن هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، الله مهربان در حالتهای وقتی اضطراری میزنین، در حالتهایی که مضطر میمانین، دیگر هیچ چاره ندارین، برای شما همون حرام ها مباح میشود. یعنی شما در خوردن او برادران عزیز گناهکار نمیشین. برای همین شما از همون حرام ها بخورین تا قوت همون خدمت و قوت مثال همون کار و بار کرده توانین، سلامتی را از دست نتین. وقتی که خدای مهربان شما در با یک حالت فراهمی و حالت خوب که آورد، در اینجا باید شما تقوا کنین و در اینجا شما باید احتیاط کنین.